ساعت 12 شب شد. این بچه کجا شد؟ این مرده خواب میرود. ای مرده چی بگی؟ خواب میریم خیلی. ساعت 12 شب بچه در بیرون در کجای نمیفهمی. تو بیاخر چی تو داره بخدار؟ اون بچه تو برام خواب داره خود بزرگ کرد. شب تو رو منظر کرد نمیدونی خورم. خورا عیبی میدونی از این کلون باخرگی. نه خواب بود برام. مردک؟ مردک چه میگه بزرگ کردی تو؟ خیلی نمیدونی از بخروش عیدت منتال کردن خود گر قیمت بنزین قیمت خیلی خوب داره بزرگ داره. و مردم نه تپوت او پیبری زفت که گرم که بخورم. ما حاجت خونه برم. حاجت خونه؟ حاجت خونه نگفتم که آدم 10 ساعت 12 شب چی نمیری حاجت خونه؟ کارم به عقل چیز نکنم. ای مردک 10 ساعت 12 شب در حاجت خونه خمو کیه؟ آخه در حاجت خونه من گفتم تلفنی. اما رفتم بودم حاجت خونه در دستی من بزرگ کردی چی خلقه که به عقل چیزی برو حاجت خونه برو نمیدونم خونه. ای مردک خیلی بچه من اومد. خیلی نصیحتش کن. السلام علیکم. بچی بیاخله بوم هستم ببری بی. اوچاد عرق نخره اوتاد عرق نخره تو چه عرق کنی؟ اگه تو کرون مر نمیبری جون نداری اما عزیز دوم خیلی جون نداری چی ده من میکنی بود؟ خالدینی که میگه تو کرونو نمیری اوه آخه مرده آخه خواه میری خیلی بچت اومد میگی کی مسته خیلی نصیحتش که اخی محمد نصیحتی منو میگیرم بچه دا آخه با نمیگیره اخی خیلی نصیحتش که نخو نفهمم و هر روز میگوشم میگی تمام من میگی دیگه نمیخرم میگی با میری بگنم خیلی میاد آیا نصیحت سختش که دفعه کو السلام علیکم اگه امی تو چی سخوات نمیبری یا ده تماشین من کدم مالکه جون نداری معلش خیلی ایشان جون نداری خیلی جون نداری راستی میده چی ده من نکنی بگو ای بوی خیلی گازی میگه تا سخوات نمیری وحی بیاخره نخو خالدینی بروا این خالدینی که ده موچی نمیره خیلی گفتی سیان ای بوی بیا خورم بعد سری با میخیزم خیلی که آموزم بیا ما وای حالی که پره میفهمم ای بوی این امروز شده افتاب امروز شده ای مردم خیز مردم جون این خالدینی مونسته ای بچی مو خالدینی که یا بلو کده سور شده رفته چی السلام علیکم سلام دیروی مرحبا سلام دادن گیری رادان دان دادان دادان رادان دان دادان هی رادان دان دادان رادان دان دادان رادان دان دادان رادان دان دادان تمبرکتم پاک چه سازی تیجی جون سلامتی و سوزه نه رحمت بشی با حضور بشی بیا بشی جان خای ولی یام تری بگو جونم ایلی بوسوی کیه ایتا تو رو تاکی ای دوگانم ای برای توی مانه تیاری دیدستم بچه ای برای توی تیاری دیده ناز بهترین ای سر ای نگاه دارم تا چی به روز دیر اومدی؟ خیلی گفتم که شب تو سهر در کار بودیم خیلی کار ما همی ای 24 ساعت کار دیم در خدمت خلق میخواهیم که همین وطن ما زیبا باشه تینجی باشه ای ایدم زیباتر شوه خیلی کار همی ای برای ایاش زیق نشه چو کرد که روز بای خرسندی؟ نپرس جانم پگه نصیب باشه
орзуи 5 солаи ҳардамон амалӣ мегарда. во чӣ ини михе пага саҳар отаву шам хонатон хосгорӣ меоя. хосгорӣ меоя ана ба тӯй мекунем хирсандӣ мекунем ҳамаш назм меша. тинҷия ҷонгира дорӣ отура ма гуфтам ки хосгорӣ меоя ба ҷои хирсан шавӣ ита гира дорӣ розӣ набошӣ ман роӣ намекунам. ман барои ва гира надорам. оба барои чӣ гира дорӣ? охе метарсам ки бо и каратам дурӯғ нагӯӣ. مرحمت داری. السلام علیکم. اکی دکتر جان نزد شما. سوزین. پسی پرده بذارید سر لباس کشید. راستی گم ما شما دیگر گم گفتنی بود. فهمیدم شما اکا جان. رپی بسیار نزنید. من مانده شدگی. سر لباس تو ندارید پسی پرده کشید من ببینم. شما مرا نفهمیدید رفیق دکتر. شما مرا نفهمیدید آخر. من همین شب دیجورس و نوبتداری در احیای حیات بر یعنی مدرسه بودم. میفهمی؟ این سحر من باید که نمی آمدم من خانه میرفتم از سبب اونه که جای من می آمده که دکتر بیمار شد گوش فرستادید من شما من گوش فرستاد من فهمیدم میخواید شما برای همین من امروز با اومدم اینجا به جای کاری وای آدم بفهمید جای وای آدم به اومدم من این شب باز جراحی بودم 3 جراحی این 4 تا شد 4 جراحی فهمیدید اکنون شما رو فهمید من شما رو گفتم شما در سر لباستون کشید من میبینم سراسیمگی در کار نیست سلامتی در یک ماده اول است که جان توبه در همون چیز من میبینم شما مرا فهمید اخی گوش کنید اینجا اتاق کاری کی از اون مامی و روید همون سر لباستون کشید گفتم که جان شما نمیفهمید و من مونده شدم میدونید خیلی مونده شدم من نوبتدار بودم که جان منم ربات نه مویم آدم فهمیدید 6 ساعت جراحی کردم دویومش اومد با 6 ساعتی دیگه جراحی کردم 2 روز پیش من جراحی به در اومدم فهمیدید امروز برو اومدم کمتر آرامش کنم اهل اویلم که یک بار گپ زدم گفتم که دور اومدید رحمت شما درایید سر لباستون کشید دادر جون من خودم میبینم حاضر من یک نه نگفتی شدم فهمیدید درو همینجا بعد درو هم سر لباس تا کش آخه نمیفهمم وای مردم چرا نمیفهمد ما آخر و ما هم آخر آدم هستیم من بیمار میشم من هم آخر از پس این کارها نمیفهمم تستر کشید من دستم می شما حاضر میبینم تا شما ای خدایی آخر شما من میگم که من جراحی در اومدم شما نمیفهمید و اینجا منم آخر آدم هستم آخر میبخشید اگر جای من می اومد که دکتر می اومد مثلا میگیم کاری ما آسان میشد اینجا شما اومدید یا خیلی واقعی دارید برای من خیلی ما هم آدم شما هم آدم همه ما آدم من جای وای دکتر با اومده واسه کار کاری شدم میبخشید من باید که با اویله ام روم من شوز من کو گرده چی خب رفیق محمد آنها کجایتون درد میکند اکی دکتر ما کسال نیستم ما شافیاری کم است میگم یا ماشین کم رو آوردم کجا خالی کنم